شرف گوش کن، بیا همش رو فراموش کنیم. ما با تیمور از اینجا می رویم، دیگر ما رو نمیبینی. همینطور نه تیمور؟ بله، ما با تو یکون مشکلی نداریم. با من مشکلی های شما دخل ندارد. من با شما کاری دارم، میخوام آن را حل کنم. شرف چرا این طور گپ میزنی؟ با ما چی کار کردنی؟ بیهوده گریه و ناله نکن. اگر یکون کار کردن میخواست میکرد و یا کشتن میخواست میکشت. تنها ترسوندن میخواد. تو گم نزده با پیشت نگاه کن. تو باشی راه را نگاه کن. وقتش که رسید چی کار کردنم رو میفهمید. چرا ما رو به اینجا آوردید؟ همش رو به پلیس گفته بودم کو. خانم باید اول همش رو نقل کرده، انا بعد به این کاغذ امضا گذاره. در کناری راه دو مرد و یک زن بودند. یکی از اون مردها در دست سیلا داشتن. اون دو نفر رو تهدید میکرد. چهره آنها رو باید آورده میتوانی؟ اهمیت ندادم. از ترس زود گذشتم. آن زن موی دراز داشت. خیر، مرد چی گونه بود؟ نمیدونم. شما رقم اون ماشین ها رو دیدید؟ دو ماشین بود، یکیش جیب بود، اما رقمهایشون رو ندیدم. سلیم، به جای گفته خانم گروه را فرستادی؟ بله سردارم، در راهند. در اینجا امضا گذارید. با این طرف. خیر، اکنون چیکار میکنیم؟ من راهی برآمد را یافتم. کمان به خانه شما میرویم همینطور نه؟ آخر گفتم که رویم بعد یکون چارهش رو میبینیم. مایل شکر. فریده، پدرم گم شدند. این چه خیل شد؟ من نمیدونم خانم گونش آخر خودش رفته نمیتوانست. انیق که او رو کسی گریزانده است. جانم کی؟ برای چی این کار رو کردند؟ پینار و تیمور. از آنها شبهه دارم. پینار برای دزدیدن کودکش مرا گناهکار میکند. برای قصد گرفتن این کارو کرده است. فریده جان، التماس آروم شو. چطور آروم شوم؟ این آدم ها نباید که بی جزا گردن خانم گونش. پلیس باید همش رو به آنها میفهمانم. اگر او در دست همون مراد میسوزیم و هیچ کس دمان نکته نمیتوانه. الله اگر ترسیده باشه فرا من خدا میبرم. نه که نادرست فهمیدید. برای بیمار بودنش گفتم. کاری شدنی شد. حاضر باید فکری به آسیه چی گفتنمان را کنیم. همه زنگ میزند. لبای خانم آسیه همه نقشه رو برباد دادید آقای کما. به خدا هرچی گوید حق دارید. من کاری از دستم آمده رو کردم. فرصت میفتم به حجرهش میبردم. اما وقتی دیدم پلیس در همه جا من رو میجوید مجبور شدم که گریزانم. آخر رو در یک اونجا گذاشته میگریختید. نتوانستیم خانم آسیه ببخشید. ما را ببخشید. اگر با بخشیدن من حل شود بخشیدم. فریده به پلیس شکایت میکنه. پلیس خانم گونش لبای فریده جان، اجازه دیدن کامره های نظارتی رو گرفتم. مایلش فریده جان میآیم. شنیدید آقای کما؟ حاضر سراغه رو میدیم زود به اونجا بریم. شرف بس است کنون آروم شو. آخر خودت چیکار کردنت رو نمیدونی. بهوده سرت رو به بالا گرفتار میکنی. بیهوده؟ پینار کاری که با تو میکنم بیهوده نیست. یک عالم سبب دارد با حساب با آخر نمیرسد. تو چیکار میکنی؟
هیچ. کنی بمانده بمانده با یگون کس خبر دادی؟ نه. خبر دادی میگویم. گفتم که نه. شد شرف شد التماس دیگر تکرار نمی شود وعده می دهم. با اینجا درو. شد فهمیدم. کنی فرایت زودتر. مایلش شرف التماس سلاح را آن طرف کن. چرا با اینجا اومدیم؟ از هوای تازه خوب نفس گیرید. این آخرین نفس کشیتون می شود. اینجا قبر شما است. اکنون با درون درآیید. زودتر. مایلش. راگرد. راگرد. مایلش رفیق کمیسر بخیر است؟ امروز مرافعه مادرم برگزار میگردد سلیم. شما رو بید من این کارها رو به آخر میرسونم. نه لازم نیست، به این هم نمیروم. پدرم رفتنم را نمیخواهم. فهمیدم رفیق کمیسر. رفیق کمیسر جای گفته‌تان رو دیدیم، اما در آنجا یک ماشین بود است و خلاص. این رو بینا روی راست آنها را دزدیدند. من این آدم ها را نمیفهمم سلیم. این چه خیل جسارت است، گویا که اینجا کوه و دشت باشد. شما رقم ماشین را تفتیش کردید؟ به نام کی قید شده است؟ تفتیش کردیم، ماشین با نام تیمور کجاست قید شده است. انا اینجا شما را گم میکنم. شرف گوش کن، اگر با من رحم نکنی با پسرم رحم کن. او در دستی تو کلان شده است. خرید این را فکر کن. من هم برای او این کارو میکنم. مثل تو بر این مادر با او لازم نیست. ایستا خودت را خسته نکن. همه نرخ دارند. کنی گپ زن، نرخ تو چقدر است؟ برای پینار و کودک چقدر صرف کرده ای؟ همش رو پرداخت میکنم، لیکن تو این دیوانگیت را بس کن. شرمندگی شما با آخر میرسد، اما مثل خواستتون نه. تا امروز با قانونهای شما بازی کردیم، همینطور نه؟ اکنون نوبت من شد. شرف من تو رو دوست می‌دارم. من تو رو دوست نمیدارم، بلکه نفرت دارم. همین شخص بود؟ بله همین. شخصی در نزدش بوده کیست؟ او را میشناسید؟ نه. شما چی؟ در اگونجا ندیدید؟ نه ندیدم. شما باز یک نواری دیگر دارید؟ نه، او در همه جا کوشش کرده است که رویش را پنهان کند. من این آدم ها را از این پیشتر ندیدم. حتما کسی به آنها فرمان داده است. شما از یگون شخص شبهه دارید؟ بله دارم. پینار چتینکایا تیمور کجاست؟ پدرم را آنها گریزاندند. یعنی باوری نداریم، تنها شبهه میکنیم. همینطور نه فریده؟ چرا باز طرف پینار را میگیرید؟ مگر شما نگفتید که با او باور نمیکنم؟ بله اما این طور باشه در برم استید.
من از بالای هر دویشون شکایت کردن میخواهم. آقای تیمور امروز به شرکت آمده بود. اومدن، اما چند ساعت پیش با خانم پینور بر اومدن. مادامی که چونین باشد آن زن پینور است. وقتی رفتنش به تو یگان چیز نگفت؟ یعنی چطور گویم یگان چیزی غیر عادی به چشم ننمود؟ گوش کن، اگر یگان چیزی را دونی گپ زن شاید آنها با بلا گرفتار شدند. اصلا میدونید پیش از بر اومدنشون یک آدم اومده بود اینجا جنجال کرده بود. آن رو پیش کردم اما او نرفت. وقتی آقای تیمور رو دید بعد از اون طرف از در قفو بر اومده رفت. تو آن مرد را میشناسی؟ او کی است؟ شنیدم که شوهر پیشینه خانم پینور بوده است. همین بود؟ بله همین بود. 3 چیل دانه خیشت، 2 لینچه سمنت، 1 لینچه خون، کمی دیگر سنگ پاره. لوازمات ساختمانی هم لازم است؟ بله همش را گیر لازم است. لبای امیر شرف تو در خانه ای؟ نه در بیرونم، کمی کار دارم. در بیرون تو چیکار میکنی؟ گفتم که کار دارم. چرا میپرسی؟ از من چی میخوایی؟ شرف امروز تو به شرکت تیمور رفته بودی؟ خیلی چی؟ رفتم. جنجال کردید ها؟ آها جنجال کردم اما او ترسیده گریخت. چی شد؟ شکایت کرد؟ از این هم بدتر شرف او گم شده است. همراهش پینار هم گم شده است. دنیا از این دو نوباکار تازه شد گوی؟ تو به این کار علاقه نداری ها شرف؟ امیر من کار دارم گفتم که بعد صحبت میکنیم. گوش کن فریده جان، در اینجا انتظار شدن بیفایده است. بیا تو رو به خونه برم. آخر پلیس گفت که یگون چیز فهمد خبر میرسانند. اگر با پدرم یگان کار شود چی؟ او رو از این بیمار خونه گرفته به کجا برده باشند؟ فریده جان آخر مادرت هست؟ بیایید چینید. خالم هیچ گپ نه، هم به جای مادر است. شما رو جواب دادند؟ را گفتند، من هم بر آمدم. اگر شما راضی باشید شما رو تا خونه اتون میبرم. تشکر. شما را انتظار نکنم، من کمی دیگر کار دارم. میلش فریده جان بیا رفتیم. در پناه خدا باشید. تو هم در پناه خدا باشی دخترم. خیر. رفتیم دخترم. آقای ایهن حاضر دکتر می آید. خیر همین طور شد. التماس چیزی نگویید. چرا این کار را کردید؟ بیگناه بودم اکنون گناهگار شدم. از کجا دانم؟ فکر کردم که خانم آسیا و شما خرسند می شوید آخر. کمالا مرحمت گذارید. خدا شکر. خوش آمدید. خوش باشید. مرحمت گذارید. آقای کمال اگر شود برایم آقای دکتر کارشون رو براحت کنند. شد میلش. مرحمت. آقای کمال باز از دهانتون نبراید. دکتر فراری بودن آقای ایهن رو نمیدوند. نی خانم میشل مگر دیوانم؟ آقای کمال امیدوارم که این خطاگی شما به از نام ضرر نمیرساند. خانم میشل مرا ببخشید.
کمی انتظار شوید. چی شد فریده؟ حاضر برمیگردم. شما چرا در اینجا نشسته اید؟ که حالا هم نرفته ای؟ شما رو دیده برگشتم. یگون جای رفتن ندارید همین طور نه؟ نه جای رفتن ندارم. بیایید میرویم خاله جان. به کجا دخترم؟ به خانه ایم. خدا استراس باشد. چند بار به تو گفتم که کودک را اثبات حمل کن، گوش نکردی. مرا مجبوری به این بلا مبتلا کردی. اکنون جزایت را کش. میخواستم استاده زاره و تولد کردنت را ببینم، اما وقت ندارم، چون که جان من از جان تو قیمت تر است. کجا رفت؟ با کجا رفت؟ با اون طرف رفت. تبریز اسم گرم نباشد میپرانم. یاریده بکشم. یاریده. گوش کن، بیا با هم مصلحت میکنیم. گفتم کو من گناه ندارم. آن مار قریب حیاتم رو میسوزم. انا اکنون میسوزم. اگر گریزی چیکار کردم رو بدونی. شما راه خونه را از کجا میدونید؟ وای نمیدونم. تو چیزی گفتی من همون رو کردم. درست برام؟ بله درست است. آنا در آنجا. آنا رسیدیم. بیایید. بسم الله. شما نمی درایید؟ نه من کار دارم. خیر مایلش.
بیایید خاله جان. فریده لبای میفهمی شخصی رو که نمیشناسی به خونه ات آوردی؟ بله او رو نمیشناسم، اما خودم رو نقص میشناسم. اگر او رو در اونجا میگذاشتم دلم آرام نمیشد. میلش من زنگ میزنم. البته. بیایید خاله جان. با فکرم در بخچه‌اند. رفتیم. آفرین دختر جانم. انا همین طور کار کن. مایلش همین دست بابا جان. بله جانکم. بله عیناً همین طور خسته نباشید. مادر جان. گل‌هایمان چطور است؟ خیلی زیبا دخترم. دخترم خوش آمدی. خوش باشید پدر. بیایید خاله جان. این کس را نشناختم. پدر مهمانی خدا یک دو روز اینجا ایستن. مایلش چرایی دخترم خوش آمدید، نور و صفا آوردید. تشکر جناب. بیبی جان نامتان چیست؟ پختگل. بچه ها خوش. برای همین مثل پختن نمید. دخترکی دلسوزم. شرف تو چی کار کردن میخوایی؟ قبر میسازم که به شما ارزنده باشد. مثل جلادها شما را قتل میکنم. در بالایش یگان نشانه نخواهد شد. در اینجا بودن قبرتان را کسی نمیفهمد. مرحمت خاله جان. تشکر دخترم، تو را هم تشویش دادم. این طور نگویید. اگر من نمیخواستم شما رو به اینجا گرفتن نمی آوردم. در این باره فکر نکنید. خوراکتان را خورید. اشتهایتان. سلامت باشی. تشکر دخترم. دخترم شاید پدرت خودش برآمده رفته است. نه او خودش رفته نمیتوانست. از صبح باز بی‌حال و بی‌مدار و بیهوش خواب بود. خدا به پناه انصاف دهد. شرف امروز به نزد آمده بود؟ نه آمده است نه زنگ زده است. چی شد؟ به نظرم حالش خوب نمی نمود. یک مکتوب آمده بود، آن را خواند و برآمده رفت. مکتوب گفتید؟ مکتوب. بیروز یک شخص آورد. در بالایش نه نام و نه سراغه داشت. خدای توبه. کنی من یک زنگ زنم.
набай фарида. шараф ҳозир бо падарат гап задам. мактубро хонда аз хона саросима баромада рафтаӣ. чӣ воқеа? ҳеҷ чиз нашудааст. дар корам. ин бего дер меояд. шараф дар мошин одам дорам, баъд суҳбат мекунем. одами хуб ҳар вақт ба даст намеафтад хизмат кардан дар кор. бояд хуб хизмат расонам. خانم آسیا ببینید آخر من گوش کنید آقای کمال، همش تمام شد. دیگر کمکتون رو نمیخواهم. به این همش رو برباد داده. خانم آسیا باور کنید من نیت بد نداشتم. به خدا نمیدونم نیتتون بد بود یا نیک، اما با گناهی شما بمر در درون با مرگ دست به گریبان است. اما جون جنجال نکنید، آخری از نام میشنود. آقای کمال هم پشیمانند، اما حاضری چیکار کردن نمیتوانیم. از همه پیش باید فکر سلامتی از نام را کنید. دکتر چی گفت؟ احوالش خیلی وزنین است. باید به همه چیز آماده باشیم. حاضر همشیره همه آید. او را مثل بیمارخانه نگاه و بین میکنند. اگر حاضر برگردونیم شاید راه رو برداشت کردن نتواند. با بالای این مجبور میشم که آقای کمال رو به پلیس سپاریم. خانم آسیا گوش کنید، باور کنید از این پس از گپتان نمیبرایم. مایلش لیکن پلیس اون ابلاهی همراهتون بوده رو معین کرده است. او رو در همه جا میکوبند. یاسمان خودت تنها در اینجا چی کار میکنی؟ چرا با بیرون به نزد ما نمیبرویی؟ از شرم نمیتوانم اپای فریده. نه بروی آقای خیریدی نگاه کرده میتوانم و نه بروی امیر و نه بر شما. یاسمان تو باید حاضر درباره یک چیز فکر کنی. درباره کودکانی در بطنت بوده. شکر که خداوند آنها رو به ما بخشید و تو رو از کاری خطا نجات داد یاسمان. اما خانم نباهت این طرف فکر نمی کنند. امروز مروفیه دارد. به فکرم او رو آزاد می کنند. ما چطور در یک خانه زندگی می کنیم اپای فریده؟ همه این مشکلی ها سببی دارند یاسمان. این واقعه به او هم یک درس عبرت است. همش تغییر می‌یابد. باور کن که پدرم پیش راهی او را میگیرند یاسمان. من به این باوری دارم. مبارک شود خانم نباهت. یک دو ساعت پس میبرایید. بگاه در خانه میشوید. گذاره. خدا دیگر نشان ندهد خدا جان. خدا دیگر نشان ندهد. یگان کس مرا انتظار باشد. مرحمت خانم گذشت. صد شکر، صد شکر. روز بخیر. ببخشید اینجا شعبه پلیس است. بله مرحمت. وای برای امیر افگل یک مکتوب گذاشتند. برای همین زنگ زدم. کمیسر امیر در بیرون هستند. اومدن خبر میدیم. من به شما سراغ را دهم. مهمانخانه اوسیو. من مکتوب رو در قبولگاه میگذارم. از آنجا اومده گیرد. مهمانخانه اوسیو. مایلش نویستم. کی زنگ میزند؟ الو؟ الو؟ کی زنگ زد؟ کمیسر امیر رو پرسیدم. یک لیفافه گذاشتن. حالا نه اومده است همینطور نه؟ نه اومده است. فهمم.
бахайр. Ман имрӯз аз меҳмонхона меравам. Лекин аз шумо як хоҳиш дорам. аз амният як полис меояд. ин лифофаро ба ӯ медиҳед? ташаккур. саломат бошед. пинор ҳам нест. аз субҳ боз касе ӯро надидааст. иншоалло дар ин кор шараф дахолат надорад. иншоалло рафиқ комиссар, иншоалло. рафиқ комиссар, аз меҳмонхонаи осиё занг зада буданд. ба шумо як лифофа гузоштанд. ки гузоштааст? номашро нагуфт. моро зинда ба зинда мегуронӣ шараф. шараф охир ту ин хел одам бераҳм нестӣ. албатта ин хел нестам. ана бин маро ба чӣ ҳолат расондӣ? من این بیناموس رو با دستان خودم کشم. تو باشی براحت زندگی کن. تا هر دوی شما جزایتان را نبینید راحت نمیشوم. تو ابله ابلیس. اگر من از اینجا رها یابم دلت را کندم میخورم. اصلا شما را بستن هم لازم نبوده است. بله. اگر شما از بند رها یابید مثل حیوان یکدیگرتان را میخورید. بیبی جون بچه ها در اینجا چی واقعه؟ شیرین نکنی بیبی جونم. بیبی جونی من. خوش آمدید بیبی جون. جون خوش آمدید بیبی جون. خوش باشی. تو هم خوش آمدی. شما رو خیلی پسماند شده.
سلام. سلام، خوش آمدید. من از امنیت برای کمیسر امیر یک لیفافه گذاشتن، میخوام اون رو گیرم. ها بله. مرحمت. این رو کی گذاشته است؟ یک مشتری همون؟ نامش؟ جانان نگید. خانم. روز بخیر، خسته نباشید. روز بخیر، مرحمت. من کمیسر امیرم. با فکرم برای من یک لفافه گذاشته. کمی پیشتر سپردم. با کی؟ با یک زن. پلیس هم گفت. پلیس گفت؟ سلیم تو به این طرف زودتر باش. خوب شده است. اکا التماس باز اون کار نکنید. هیچ کاری نمیکنیم برادر. کوکوشا. سردارم آنجا هیچ کس نیست. این حجره برآمدگاهی احتیاطی داره؟ بله در این طرف. بیا سلیم زودتر. این رفتانده است. این خیلی کم است. مادام اونها بای هستن بیگدار زیادتر دیهند. آخر کودک خوب را میدهیم. یک روی کرده برای سه تنگ کار را ویران نکن. ما اینجا پنیر و نان نمیفروشیم. این کودک است، کودک. هر وقت مشتری یافته نمیتوانم. او راست میگوید. کسی خواهد بیدی رود باز دستگیر نشویم. شرف التجا میکنم مرا سرده. آخر همش رو برای خریدین کردم. اصلا تیموری ابله گناهکار است. اگر مرا با کودک تنها نمیگذاشت مگر من این کارو میکردم. با من دروغ نگوی. این رو برای فریده را عذاب دادن کردی. تو دیگر هیچ مقصد نداشتی. وعده میدهم دیگر با چشمت نمینمایم. دیگر نامم را نمیشنوید. التماس رحم کن. شرف التماس. میدونم آدمی پست هستم. فریبگرم. این را من قبول میکنم. با فریده مثل سگ حسد میبرم. بدیه نمون که با اون نکرده باشم. اما من هم مادرم. خاطر خیریدین این کارو نکن. التماس به این هم از تیمور خیری نیست. پیسرم به مادر تنها نماند. من خطایم رو فهمیدم. با خدا از این پس تنها با کودکم مشغول میشوم. بیا شرف. التماس شرف. التماس. یک لیفافه را هم نگاه داشته نتوانید یا؟ در نزدیک با امیر بار شدم. قریمه رو میدید و زور بریختم. کاش می ایستادی. کاش. خیر هیچ غم نه.
агар ҳуҷҷатҳо дар он лифофа бошад ба наздам омаданаш наздик аст. ба назди дари ту ҳам меояд. бардо ҷавоб деҳ, вагарна шубҳа мекунад. лабай амир. гулрӯй, ҳозир суроғаро медиҳам, зудтар биё. чаро? оҷилан барои дастгир кардан меравем. ба куҷо? чӣ хел дастгир кардан? гулрӯй, савол доданро баҳс кун, фармонро иҷро кун. майлаш суроғаро гӯй. майлаш зуд меоям. маро барои амалиёт ҷиғ мезананд. дар кадом хусус буданашро гуфт? нагуфт. ман ҳам напурсидам. хеле асабӣ мебинам. ҷин занад. зуд мира. фақат фаҳм чӣ дард дорад. ҳамин ки вақт ёфтӣ ба ман занг бизан. شرف التماس اقلا یک قطره آب ده. حلقم قاق شد. شرف از کسی مرده ساده خواهیشش را میپرسم. تو مگر رحم نداری؟ شرف تیمور از جای نجو به زمین پرتو. خطا کردم که به شما رحم کردم. آقای کمال، من از شما تنها یک چیز طلب کردم. تنها یک چیز. آن چی بود؟ کودک رو محافظت کردن. شما چیکار کردید؟ ایهان رو گریزاندید. میخواهید حالا به سر آن کودک بلا آید؟ بر بالای همه این خانه هم بی نظارت است. خواطر نشوید خانم آسیا. کودک در جایی بهتر از من آن کار را حل کردم. همان طوری که دیگر کارها رو حل کردید. جانان را راضی کنانیدم. جای کودک را به پلیس میگوید. باز شما او را نه یا او شما رو راضی نکرده باشد. درباره ای جانان گپ میزنیم آقای کمال. آدمی عادی نه، زنی به وجدان است. گوش کنید خانم آسیا. یک وقتا من هم به وجدان بودم. اما وقتی که انسان برای گناهایش نزدیکانش را از دست میدهد او عوض می شود. من برای همین به جانان باور میکنم. میخواستم یک سراغه را پرچم در آنها میکشاییم. بیرون برا بردار دستان را بردار هر دوشان را برید. سلیم همه جا را تفتیش کن.
کمیسر امیر در کجاست؟ در درون است. عملیات به آخر رسید. گذارید. سردارم، خیرالدین در اینجاست. کنه بیا شیرینکم، بیا. گریه نکن. اکو بیا نه شد گذشت شد گریه نکن. گریه نکن جانکم. شد گریه نکن. شد تمام گریه نکن. امیر خیرالدین رو یافته. این را بینه خیلی ترسیده است. تو ما رو برای همین زنگ زدی. باز من فکر کردم که تو چه فکر کرده گلدره؟ آخر یافت شد. نه همین خیلی گفتم. بیایید بیا نه جانکم. شد تمام گذارید کمیسر. رفتیم. چی شد بیبی جان؟ در درون یک زن است. بیبی جان مهمانمون. مهمانی خدا بوده است، مادرم گفتن. خیرالدین خوش آمدی دادرکم. خوش آمدی. خدایا در نهایت دعایمان مستجاب گشت. خدایا صد شکر. خیرالدین امیر توی را از کجا یافتی؟ به فکرم جانان پشیمان شده است. برای همین جایش را گفت. خدا از تو راضی باشد. اگر او را نمیافتی نمیدانم چی کار میکردم. استغفرالله ینگه. خیرالدین مادر خوش آمدید. نمیدونم شاید دیگر برایش فرصتی با پدرش بخوردن نشود. از برای خدا بس کن. به این هم از او بی وجدان میمیرم. تا نگوید او در همه جا پدرش رو میکوبد. با پدرم چی شده است گفته خودش رو میخورد.